سلام به همه بیننده عزیز، امید که خوب سر حال باشین. امروز چیکن کرایی یا کرایی مرغ براتون آماده می‌سازیم. امید که خوشتون بیاد. اما قسمی که می‌بینید در کرایی روغن اضافه کرده و گوشت‌های توته شده را به حد متوسط توته کردیم. بالای روغن اضافه می‌کنیم و گوشت‌ها را خوب بالای روغن سرخ می‌کنیم. بعد از اینکه گوشت رو سرخ کردیم نوبت سیر میرسه، سیر علاوه میکنیم. همه قسمی که میبینید در تصویر خوب گوشت رو شور داده میدیم که به اندازه مساویانه سرخ شد و بعد از رومی را که دو توته کردیم از بین و بعد از اینا را اضافه میکنیم. کلش همه قسم میمونیم به مدت 5 دقیقه تفت میدیم. بعد از میبینیم که پوست های رومی از هم جدا میشه. بعد از هم جداشون میکنیم پوست هایش و خود رومی را میمونیم خوب صحیح حل شوه و سر روغن به قسم کده مرغ ها هم قسم که در تصویر رو میبینیم خوب صحیح کوشش میکنیم که رومی ها حل شوه و مسالجاتی که اضافه میکنیم مرچ سیاه، نمک، مساله میکس و مساله کرایی مرغ است که اضافه میکنیم و همچنان زردچوبه که ما یادم رفته نشته کنم شه. بعد از اینکه خوب مساله رو اضافه کنیم میکس میکنیم میمونیم که خوب سر روغن بیایم همچنان مرغ ها نرم شوه و همچنان خود کرایی هم سر روغن به همین شکل تصویر میبینید. و بعد از باز کرایی ما آماده است. همه قسمی که میبینید مرچ تازه هم یک دانه اضافه کرده، مدل خواسته که هر کسی میخواد اضافه کنه و بعد از اون مشقاب میکشیمش و این هم قسمت آخرش. امید که خوشتان آمده باشه. یک کمی خوشمزه و آسان است، میتونین به زودترین فرصت آمادهش بسازین و ازش لذت ببرید.